بچه این ویدیو به درخواست یکی از شما جیگولی است که امیدوارم این ویدیو رو ببینه. من یه ویدیوی میکاپ لستافاس گذاشته بودم که توش میکاپ الی از لستافاس رو انجام داده بودم که یکی از شماها اومده بود گفته بود شبیه یکی از شخصیت‌های اون گیم یا اون فیلم. میدونید دیگه الی مثلا شبیه اون توی فیلمش نیست که یه شخص واسه انتخاب کردن برای فیلمش. آره شبیه اون اصلا نیست. من میکاپ گیمش رو رفتم. بعد اومد گفته بود شبیه دینایی. بعد من گفتم دینا کیه؟ دینا چی؟ گفتم شاید مثلا یه بازیگریه، یه فیلم برداری، یه چیزی هست، شاید من مثلا نمیخوانم یه چیزی. بعد یه آدمیه دیگه. بعد من گفتم که دینا کیه؟ اینا من رفتم سرچ کردم گفتم آها شاید این دینا تو لستافاسه. دیدم که آره دقیقا همونه. به خودم اولش نفهمیدم، گفتم وای چه کجا شبیه منه. من اصلا مثلا ابروهاش پرپشت‌تر و تیره تره، مثلا کجا شاید مثل دماغ بوده چیز دیگه بود شبیهش. من سرچ دقت کردم دیدم که نه یه شباهت‌های چیزی داریم. گفتم خب برای اینکه بیشتر متوجه شیم میکاپ رو با هم بریم ببینیم که واقعا اونقدری که این دوستمون میگه شبیهش هستم یا نه. حالا این داستانایی که صحبت کردیم میکنه تو رابطه. آره بچه همه شما بگید نظراتتون رو، خیلی کنجکاوم بدونم دیگه. آره پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. با کانسیلر شروع میکنم. اینجاها رو فولکاپ به نظرم اصلا نزنید، چون اصلا این سلبریتی ها و این چیزا که کلی عمل جراحی و اینا میکنن کلی کرم پودر رو اینا میزنن، ولی خب فقط بخاطر اینکه شما حس بدی نسبت به خودتون داشته باشید به نظرم واقعا چرا باید از پوست طبیعی خودمون خجالت بگیریم؟ چون پوست همه منافذ داره، پوست همه چیز، پوست همه که شیشه و براقون بدون منافذ چیز نیست، مثلا ربات نیستیم که خلاصه منافذ داریم پوستمون، چون این طبیعیه. اینا سلول هن، اینا همه جون دارن، زندگی میکنن، بهشون سخت نگیریم. آره میخواستم بگم که واقعا چون حالا برای سلبریتی ها و فضای مجازی اینجوری نشون میدن، واقعا بدی نسبت به خودتون پیدا نکنیم. همینیم که هستیم دیگه. واقعا بازم که گول فضای مجازی رو نخورین، اونا واقعا خودشون هم این شکل نیستن. چیزی که خودشون نشون میدن مثل خونه لوکس و ماشین لوکس و ساعت فلان و اینا، اگه تو این کار رو بکنی مثل من چیز میشی، پکیج بدون میشه، این همه برای درآمدزایی و خودشونو اینکه خودشونو بهتر نشون بدن، چون خودشون حس بهتر نسبت به خودشون داشته باشن، فکر کنن که برترن. ولی واقعا اینجوری نیست. همه مثل همین، هیچ کسی هیچ برتری از دیگری نداره. هممون داریم راه خودمون رو میریم و با تو همون راه خودمون برتر باشیم. شاید یکی مثلا اون راهی که میره برای اون جواب بده، شما جواب نده. آره خاطر همین خلاصه که خودتون با بقیه مقایسه نکنید. من گفتم خیلی مهمه که بدونیم، چون خودمونم خیلی درگیر مسائل میشیم. واقعا چیزی که نشون میدن نیست. دلم میخواد اول از این مداد قهوه‌ای شروع کنم و توی چشم میام توی ابروهامو تیره کنم. فعلا رد کنم که بعد کم کم بریم سراغ چیز. یه خط صاف میخوام درست کنم برای ابرو. مقدارم این بالش رو بزنیم بالا، تاج داره بزرگتر. بعد اینو با یه براش با یه اسپولی میکشم جلو. نوت محو خیلی برعکس شد. من ابروی تیره نمیاد. من درست کنم بیام به جستجوت فقط به خاطر تو، دنیا رو میذارم پیش رو فقط به خاطر تو. آره اینی که باید تو از اونجایی که مشخصه من
صورتم قلبیه و قرار صورتم یه مستطیل طوری در بیاره. آره اینجا رو با همینجوری کلن تیره کنیم به بالاتر. شاید باور نکنیم ولی قراره حتی که مومونم تغییر بدیم برای اینکه ببینیم چقدر میتونیم شبیش بشیم. برای بکنم بعدش همون ای بابا کم خیلی نمیچسبوندن به بالا، مومی روش مشخص اینجا رو باید رنگ کنم، بعد این قسمت رو بیارم پایین. دقت کنیم این شکلی. خب اینجوری دو تا تار مو هم دو تا تار مو هم جوتی بذار بیرون که مثلا موهای بچه تر بیبی هر آره ای دادا بگم پایین. خب از میذارم پایین چشم آره میکنیم بالا چشم میپوشونیم چون موجه های خیلی کوتاهی داره خاطر همین خب از وازلین استفاده کنم به جای ریمل. یا میتونم ته موجه همون ریمل بزنم چیز کنم ولی فقط وازلین بهتر جواب بده. اسم چرک میبرم اینجوری زنم به موجه ها. موجه هم خیلی کوتاه شده نکام چه ریمل زیاد زدم خیلی دیگه کوچولو شده. دست این کوچولو دنبال میکشم دیگه میتونم که رو بون موجه میارم. خب بچه من این دوتا سایه گرفتم دوتا براش سایه گرفتم از دیجی کلام امتحان کنیم با هم ببینیم چطوریه. آره جنسش که خیلی نرمه. حالا قراره ویدیوشو بکنم بذارم میشادم اومده باشه توی چنل هم شاید احتمالا باشه چون فکر کنم این بعد از اون بیاد. آره خب امتحانش کنیم ببینیم. اول بخوام از رنگ روشن استفاده کنم از این رنگش از این رنگش با هم بردارم بزنم. حتی میگه نباید خشک بشه از زیاد آخه میکاپ خاصی نداره باید کک و مک و سایه های برونز و مداد و اینجور چیزا یعنی زیاد میکاپ خاصی نداره. خب همین ذره از روشن به کمرنگ بریم خیلی بهتره. کسب کاری هم نمیشه کنم که پشت دستم میگیرم بعد میرم توی رنگ پیره. اینو داشتم ولی این خیلی نیست خیلی دماغ کوچکتر یکیش کو اینو میخوام با این ترکیب کنم بعد اضافهش میتونیم بزنیم یه ریزه چی بزن پشت دستم. انقدر اینجا میکاپ نگرفتم یادم رفته چی جوری بود. اینجوری گرد دایره‌ای میام روی چیزم این گوشم. خیلی براش نرمی بچه اگر دنبال براش سایه مثلا این براشا خیلی خوبه. خیلی من میگشتم دنبال اینا چون هر کسی که مثلا میکاپ چشم میرفت از این براشا داشت. منم حس میکردم که ندارم واقعا زشته. به خاطر همین من رفتم به شما گفت اینجا اینجوری کثیف میشه نباید این کار رو بکنیم. این رو وازلین فکر کنم خورده بچشم راحت تر پخش بشه. ضربه میذاریم بعد گرد اصلا میبینیم من زوم کنم زوم نمیشم رو تو ادیت احتمالا زوم کنم
میبینی بقیه خیلی واقعا به دور بودی دوباره نزدیکتر پیشم که ببینه بهتون خوب نزدیک. آره بقیل میشه بشینین با هم قشنگ کار اومدید بقیل هم دارید میکاپ میکنیم. همین خیلی دور بودیم دیگه گفتم بیامتون نزدیکتر ببینید چی کار میکنم. خودم نمیدونم چی کار میکنم لقا شما بفهمید چی کار میکنم. اینو اینجوری میبرم بالا میتونم اینجوریش کنم به هم بسته بدمش اینو بالا. واسه خیلی بهش خوبه خیلی راضی هم از خریدم. بهتری خرید دیجیکال. وای بچه باورتون نمیشه تو بسته دیجیکالم چی بود. اگه بدونید چی توی بسته بود واقعا دیجیکال رو زحمت کشید بر من اشانتیون فرستاد. دستشون درد نکنه واقعا. آره زیاد جلو نمیام چون جلو میخوام از رنگای روشن‌تر استفاده کنم. آره رنگای روشن‌تر بزنم اینجا. خب زدم حالا از همان رنگ تیره اینجا میزنیم. وی آرمان داریم پایین بچه رو باید کنیم. چرا رفتیم پایین آخه؟ خب من گردم درگی بتونیم بالا. من خیلی ذوق میکنم تو ویدیوم واقعا نمیدونم چرا خیلی خوشحالم اصلا کلا ویدیو میگیرم پیش شما خیلی خوشحال میشم. هر اینجا عکسم دو دستم شدم چکام رو گوشه پایم. نمیدونم واقعا چیکار بکنم. اینجا این گوشش یه دونه خال داره با بخواد بذاریم اینجا گوشم اینجا میشه گوش اینجا میشه دونا نمیدونم نمیتونم بکنم. اینجا یه دونه خال گذاشتم. یه دونه اینجا دیده بودم داره دونه اینجا بود فکر کنم خالی کورش هم جوزه. یه دونه خاله من اینجا دارم یه دونه اینجا. آره ککمک میزنم با این بداد ککمک بزن. خیلی غیر متصوره اینجوری. قبلا با ژل ابرو میذاشتم ولی الان چیز با این میخوام بذارم دیگه. همه جامو ککمک میذاریم. قیافشو ببینید. خب باش بگم کجا؟ اینجوری با یه مدادی ژل ابرویی میذاریم توی سایه چیزی میذاریم. خب آره بعدش نمیدونم چیکار کنم. قد بگم میبستم خط لبم بخوام یه کوچولو بکشیم مداد قهوه‌ای چیزی که بعدش یه چیز کرمی کانسیلری چیزی بیاد. خب بعدم با یه کانسیلر جوری دست نمیدونم دارم چی کار میکنم. خیلی روز بودم بزنم
همون کمک های مقدار روشگونه هم میزنیم. الان زبونم یه گرفتم دیگه. یاد اینجوری گیر کرده این چیز تو گلو. خب اینجاش که این شکلی شد. آره شبیه شدم. کک و مکاش کمه. دوربین کجه نمیدونم چرا، ولی آره اینم نتیجه نهاییه فکر کنم. حالا کک و مکاش کمه هنوز از خودم، ولی شکل بابسفندی شد این فرد. اینجا نمیشونیم این کانتوشه کوچولو. بخاطی میدونم چی میگم بابا. این ویدیو خب به خاطر درخواست توه دیگه و واقعا امیدوارم که دوست داشته باشی این ویدیو رو. اومدم معلومه آنباکسینگ بس دیگه ابزار رسیده که نمیدونم از کجا اومده و نمیدونم توش چیه قراره. من میگم تو رو بدون من؟ نه نمیشه اینجوری. از آبورجان نگید حتی با ناخونا هم سکنه داشت. نمیدونم دیگه داشت پود جلبک اسپیرولینا. بابا پود جلبک اسپیرولینا کامل ترین غذای طبیعی، کامل ترین پود جلبک، 70% تا 75% پروتئین داره. معنیش چیه؟ حالا میخوریم تست میکنیم. این چیه؟ بدترین آنباکسینگ نمیدونم چیه این. شبیه چیزه بس شیرینیه. این خاموش کنه بودم. چیه؟ نظرش عوض میشه. نگران نباش، تو دوباره از این راه دیگه درستش می‌کنی. می‌بینی چه خلوت ویدیو میگیرم؟ من به خاطر تو دارم خودم رو می‌کشم. اون وقت تو اینجوری از من تشکر می‌کنم. چی؟ بریم با خیال راحت یه سوزنی خوشبختانه کنیم. 60 پشتش نشسته کیه؟ انجل شستشوی صورت، کرم جلد مرطوب‌کننده شب، کرم روزه با اسپیر. عزیزه قسم؟ چیکار مامان؟ قسم مامان؟ چه این؟ دوست؟ ایشالا شرکتتون خراب شه. کرم جلد مرطوب‌کننده شب. حالا کجاست؟ فیس واش، چیزی کریم، شستشوی مرطوب‌کننده. چرا خوب؟ تیم پول جمع